کلمه نواقض جمع نقض است. ما شما نواقض وضو داریم، مثلا میخوانیم شکننده های وضو. نواقض جمع کلمه نقض است و نقض به معنای شکستن و از بین بردن و خراب کردن. ایره چی میگن؟ میگن نقض کرد فلانی چیز، یعنی او را از بین برد و شکستان، تعهد خدا نقض کرد، یعنی تعهد خدا شکستان. و در اصطلاح اسلامی نواقض اسلام چی را میگن؟ میگن نواقض عبارت از فاسد کننده های اسلام است، یعنی چیزایی است که ایمان و اسلام انسان از بین میبره. که وقتی اگر در یک شخص مسلمان یافت شود، ایمانش فاسد میکنه و اعمالش محو میشه و در جمله کسایی داخل میشه که همیشه در آتش دوزخ میباشه. خود ایمان که است مثل هر چیز دیگه شکننده ها داره، نواقض داره. نواقض الایمان او را علمای عقیده تحت عنوان نواقض الایمان بیان میکنن. این حال بسیاری وقتا که آدم فکر میکنه، تصور اکثر مردمایی که عقیده را درست نخواندن یا در سای عقیده اشتراک نکردن و با این فکر هستن که وقتی ما مسلمان شدیم، کلمه خواندیم، خلاص دیگه من از پدر مسلمان هستم، با مادر ما مسلمان است، پدر ما مسلمان است، خودم هم الحمدلله مسلمان هستم و کلمه هم میخوانم. ولی وقتی انسان در باب عقیده داخل میشه، میبینه که بسیار مردمایی که خدا مسلمان و دیندار میگیرن، اینا از دایره ایمان خارج میشن. ما مثلا در فقه که میخوانیم به نام نواقض وضو میخوانیم، نواقض غسل میخوانیم، نه؟ اینا نواقض وضو، نواقض وضوی شکست سیز نه؟ نماز هم خواندی، در روز قیامت خیستی، الله برات گفت که تو به نماز به وضو خواندی، میگه پروردگار من نفهمیدم، عفو میشی. اما اگر ایمان ایمی قسم که وضو میشکنه، ایمان هم میشکنه. از این خاطر بسیاری کسایی که مرتد میشن علتش است که همین نواقض ایمان نمیفهمه. خوب پخته کافر است، نمیفهمه که ما کافر شدیم. عمر رضی الله عنه میگه که امیر عثمان اسلام روز به روز وقت گذشته از بین میره. امیر عثمان یعنی نازک میشه و از بین میره که یک نفر در اسلام تولد شده، این جاهلیت نشناسه. چرا که جاهلیت نشناختی، خود به خود یک کار از جاهلیت میگیری. حالا بسیاری مردم ها هست، مثلا امیال ما شما که میخوانیم، امیال شاید در افغانستان روزانه 100 نفر توسط فالبین و جادوگر یا کافر شده. تو بیغم روز 100 نفر کافر میشه، لکن نمی 100 نفر که اونجا کافر میشه نمیفهمه که ما با این کارا کافر میشه. این بیچاره کافر میشه و نمیفهمه و خوشحال آمد است. شاید خوب نمازم بخونه، خوب تقوام بکنه، شاید بسیار سرخود سختی ها رو بیاره، شاید از بسیاری گناه ها خدا حفظ بکنه، ولی چون نمیفهمه در روز قیامت میخیزه که چی هستی؟ کافر است. در روز آخرت میخیزه چی هست؟ مشرک است. وقتی که تو مشرک شدی، در شرک داخل شدی، کل اعمال تو چی میشه؟ باطل میشه. امرای کفر هیچ عمل فایده نمیده، هیچ فایده نمیده. مثل که یک نفر تمام روز در وزارت میره، از صبح تا شام در وزارت، از صبح برای یک مامور چای ببر، برای یکی نان ببر، برای یکی نامش دازیری نیست. آخر ما کشت کلا میره ماش گرفتاری بهش میگه مقصد تمام هفته ما میگه تو اومدی نام تو دازیری نیست. یعنی کسی که در شرک یا کفر مبتلا میشه، اما نامش از آذری اسلام کشیده میشه. غیر نه منفک از دیگه هیچ نیست دیگه. حالی منفک هستی تمام روز آمده میره، مامورین میگه بیا خانه تابات، تمام روز بیا اونجا برای مامورین چای بیار، نان بیار، مکتوب آرم تا بالا بگردن. آخر ما که شد ماش میگه ماش نداری خلاص. اینی خطر شرک و کفر است که آدم باید اینیا رو بشناسن. یعنی بسیاری کساس مرتد میشه، کافر میشه، از دین مبرایه. متوجه هستین؟ این نمیفهمه. وقتی که اسلام است این نفهمید، او فکر میکنه که والا من بسیار دیندار هستم. امیال بسیاری کسایی را من خودم میبینم پیش خودش بسیار دیندار است، بسیار حتی موجود در نظرش هیچ نمیایم، ولی خود ازی در شرک مبتلا هست و در روز قیامت در کت مشرکین حشر میشه. به قبر سجده میکنه، به انسان سجده میکنه، عبادت به غیر الله میکنه،
بسیاری کسا هست. ولی مشکل از او بیچاره چی هست که اینا همو دین فهم درست ندارن. پس وقتی که فهم درست یا کسی از دین نداشته باشن، این نمیفهمه که مثلا عقیده را درست نمیفهمه. پرسانش کنیم میگه چی ضروری داریم که برادر در درس عقیده بشین؟ شما آمدین 125 درس شیشتین، دیوانه هستین، اعصابتان خراب است. خب از پدر مسلمان هستیم، کلمه که خواندی خلاص دیگه اونم مسلمان هستی دیگه. چی ضروری است حال ما بخیزیم روز جمعه خدا که روز ختم است و روز خیرات است و روز عروسی است و روز چکر است و ساتیری است و سونا است و فلانی است و فلانی است، حال ما رو بیایم قرار در مسجد بشینیم شما شیشتین؟ اکثرا شاید که تا نموت استدلال بکنه. برادر ما تو مسلمان هستیم، از پدر مسلمان هستیم، هیچ مشکل نداره. اینی عدم فهم ازی بسیاری وقتای عقیده را نمیفهمه، در یک شرک مبتلا میشه و تمام اعمال از لئن اشرکت ليحبطن عملک. وقتی که شرک آورد تمام اعمالش، و این بیچاره نمیفهمه که من در شرک مبتلا هستم. بعضی اوقات کسایی است که از زبانشون کلمات کفر خارج میشن، نمیفهمه که من مبتلا به کفر هستم. از زبانش خارج میشه، کفر میگه، لکن نمیفهمه چی است. من پیشنهادم براتون از برادرای محترم، هر عالمی که نواقض ایمان درس داده، اینو باید خوب، هر کتابی را که پیدا کنید درباره نواقض ایمان، نواقض اسلام، اینو باید بخونید.